مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره باز یک صدمه مرگ‌آور خبر داد. شب 7 نوامبر بر اثر برخورد اوپل با کران در مرکز ناحیه حمدانی راننده جوان اوپل از ایثار جان باخته است. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی، شب 7 نوامبر سال 2022 تخمینا ساعت‌های 19:45 راننده ماشین تمغه اوپل استرا اکرمزاده علیداد اعظم سال تولدش 1994 ساکن شهر ایثار هنگام حرکت در کوچه باباجان غفورов ناحیه حمدانی از عهده دوره автомашین نبرآمده به ماشین تمغه زیل کران که به صابروف قدرت نگماتوویچ سال تولدش 1963 ساکن ناحیه حمدانی تعلق دارد برخورده است. در نتیجه راننده اوپل استرا اکرمزاده جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند.